هكذا دائما تهتمون بالأولاد وتهملون الفتيات؟ مجرد كلام. وإلا كيف تفسر لي أنتم وما الأبيات پر از دشمن الله هست، نماز نمیخوان که الله جنگی هست، شرک داره و همه چیز هست. الله که است و پیغمبر میگه تو حق نداری که انسان کافر شفاعت حق الله هست. الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه. پس شفاعت چیست؟ اجازه کار است. بر پیغمبر صلی الله علیه و اجازه میده، لکن در اجازه خود الله برش قید میکنه که ای پیغمبر تو حق تو برات حق میدیم که چند نفر شفاعت کو، لکن کی شفاعت کو؟ انسانی که مؤمن موحد یکتا پرست گناهگار است. مشرک نه، حق نداری. مشرک سعیم کردن نمیده، کافر حق نداری. دوم شکننده یا نقض کننده ایمان چی هست؟ واسطه قرار دادن بین خالق و مخلوق. چی هست؟ مشرکین چی عادت داشتن؟ مشرکین وقتی که برشان گفته میشد که خب شما الله را میشناسید، میفهم میشناسید، خیلی پیش از این بت چرا میری؟ چرا پیش از این بت میری؟ میگفت این بین ما و بین خالق ما واسطه هست که ما را به الله قریب بسازد. اولین کسی که شرک و بت پرستی را در مکه مکرمه رواج داد یک کسی به نام عمرو بن لحی بود. این وقتی که در شام سفر کرد به می فلسفه بت پرستی قناعتش حاصل شد. بت پرستا برش تشریح کردن، گفت که برادر فلسفه از اونا چی است که همیشه بت پرستا الله را تشبیه میکنن به امرای پادشاه، در حالی که انسانی که مسلمان واقعی باشه یا آیت قرآن بفهمه که لیس کمثله شیء، برش میگه برادر نه پادشاه دیگه خاص، الله ذات ذوالجلال، پادشاه مخلوق است. وقتی که آدم جاهل گیر کرد میگه خب برادر پیش پادشاه وقتی که تو میری بی واسطه میری یا با واسطه میری؟ میگه نه پادشاه کی مرا اجازه میده که پیشش برم؟ خیلی چطور میکنی؟ میرم اول پیش یک کسی از مقربینش، یا سکرترش یا بچه کاکایش یا بچه مامایش یا از خودگیش یا رئیس دفترش یا بادیگاردش، پیش یک کسی میرم بازی مرا دست ما گرفته واسطه میشه برای کی؟ برای پادشاه. خب چرا پادشاه مستقیما مرا نمیپذیره؟ باز یادشان پادشاه به خاطر از این مرا مستقیما نمیپذیره که ظالم است. از این خاطر پادشاه هایی که ظالم نیستن مستقیما رعیت خود دروازه را برایش باز میکنه. پس اینال وقتی که تشبیه الله به پادشاه شد، نسبت ظلم برای کی شد؟ به الله شد. این کفر است. دوم، چرا من مستقیما پیش پادشاه رفتن نمیتونم؟ چرا کارهای من پادشاه نمیکنم؟ میگه برو پیش رئیس دفترم، برو پیش سکرترم برو. به خاطر پادشاه محتاج است، نمیتونه کل کارها را انجام بده. به خاطر از این احتیاج و محتاجی خود چی میکنه؟ این پادشاه مجبور است سکرتر بگیره، معاون بگیره، رئیس دفتر بگیره، وزیر بگیره. آل خالق متعال اگر تو تشبیه کنی خالق به پادشاه، نسبت احتیاج برای کی دادی؟ برای الله دادی. در حالی که قرآن میگه الله الصمد، الله بی نیاز، الله به سکرتر نیاز نداره، الله به رئیس دفتر نیاز نداره، الله به کمک کننده و معاون نیاز نداره. معاون چی معنی؟ یعنی کسی که تو را عون میکنه. عون یعنی کمک میکنه، به این نیاز نداره. چرا خودش ذات با قدرت است، میتونه که گپ هر مخلوق خود در هر لحظه خودش بشنوه، بفهمه، درک بکنه، حاجتش را روا بکنه و میگه که ادعونی استجب. وقتی که با چیز با واسطه بین خود و بین خالق باور پیدا کرد، معنیش چی است؟ اینمی شخصی که پیشش میره، این شخص یا مجسمه یک پیغمبر است، یا مجسمه یک ولی هست، یا مجسمه یک آدم از خاندان پیغمبر است، حتما از نبیین، صدیقین، شهدا و صالحین. اینا بین خود و بین از اینکه واسطه قرار میده، در حقیقت با صفات الله را که رحمان است، رحیم است، قریب است، مجیب است، اجابت کننده دعا. باز به الله دعا نمیکنه، میگه پیش از این دعا میکنه. برای الله مثلا رکوع نمیکنه، برای زمین رکوع میکنه، برای بت. و در حبشه باز قبر پرستا همین کارا میکنه. در مکه بت پرستا بودن، در حبشه چی بودن؟ قبر پرستا. و او را واسطه قرار میدن، او را واسطه قرار میدن. بنابراین یکی از نواقضی که ایمان انسان مشکنانه، اینمی واسطه بین خود و بین خالق قرار دادن است. به خاطر که
اول نسبت ظلم و احتیاج برای خالق میده، دیگه صفات خالق که رحمان است مگه الله مهربان است؟ مگه نه، الله تو را نمیپذیره، این تو را میپذیره. اول پیش از این برو بازی دست تو را میگیره. تو خود ریسا هستی، تو خود شرمنده هستی، تو خود گناهگار هستی، تو را الله نمیپذیره. نمیگه پس اول پیش از این برو باز این دست تو را گرفته پیش کی میبره؟ پیش از اون میبره. یعنی اون مهربان نیست، سونو گناهی تو سهل میکنه، اما این که مهربان است که حتی سونو گناهی تو هم سهل نمیکنه. سبحان الله. سعی کنیم این اینجاست. و الله خب دور است میگن، نمیبینه تو را، اما این که هستی خود نزدیک است. یک دونه مجسمه مکه 50 روپیه بخر، 100 روپیه بخر، قرار در خانه پیشت است. الله در ردشان میگه که و نحن لاقرب الیه من حبل الورید، ما به بنده خود از شعره گردن پیدا چی هستیم؟ نزدیک هستیم. پس وقتی که الله بر تو نزدیک است و میگه نیست نزدیک، صفت رقیب الله را فراموش میکنه، برای ازی میتن. صفت مجیب که اجابت کننده دعا الله هست. الله میگه ادعونی، از من طلب کنید، استجب لکم، که ما براتون اجابت بکنم. اما یا میگه نه پیش الله نرو، او دعایت اجابت نمیکنه. پیش از این بت برو، پیش از این قبر برو، این باز دعایت را اجابت میکنه. پس صفت اجابت الله را برای داد، صفت مهربانی الله را برای داد، صفت رقیب الله را برای داد. عالم الغیب، او فلانی شخص برش میگه گپ ترا میشنه، چرا نمیشنه؟ شما از دوست الله منکر هستید؟ آیا این دوست الله صفت الله را داره؟ عالم الغیب است؟ میفهمه گپای ترا؟ بله، زنده است، گپ مرا میفهمه و گپ مرا میشنوه. از این خاطر ما به او صدا میدم. پس اینا کل صفات الله را برای کی داد؟ به این شخص مقربی که این خدا بین خود. ما نعبدهم، در قرآن میگه بعد پیش بر بت پرستا که پرسان میشد که شما الله را میشناسید؟ میگه بله میشناسیم، ما کافر نیستیم، خیلی که کافر نیستیم. پیشی بت چی میکنیم؟ ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله، این واسطه ماست، ما این عبادت میکنیم به خاطر ازی که ایمان رو به الله چی میکنن؟ قریب میکنن. فقط این بر ما چی هستن؟ امی بت رئیس چی هست؟ رئیس امی اتصالات، این سترلایت است، ما رو به الله چی میکنن؟ این هم از جمله نواقص چی هست؟ شرک آمیز است. در حالی که مسلمان ها چی میگن؟ مسلمان ها میگن که ما پیغمبر معلم ما هست، پیغمبر مربی ما هست، پیغمبر برای ما عقیده توحید میفهمونه و ما را میگه که خودت بخید 2 بجه شب با الله چی بگی؟ افتبار. استاد و عالم و مولوی و یا چی وظیفه دارن؟ وظیفهشون تبلیغ است. تو را میگه تو الله را بشناس، 2 بجه شب خودت بخی وضو کن، خودت برو نماز بخوان، خودت سجده کن، واسجد وقتر، سجده کن به الله چی میشی؟ نزدیک میشی. ما چی کنم؟ هیچ کت مگر است. اما باز کسایی که کشیشان میگن اگر تو گناه کردی بیا که من کشیش تو رو ببخشه. از این خاطر در هر کلیسا چی جور کردن؟ یک صندوقچه هست به نام صندوقچه غفران میگن. باز وقتی که یک نفر مشکل می داشته باشه باز میگه که خب بیا تو اینجا باز اینجا کشیش قرار است، باز اینو میگه که خب اینا رو بچه تو دیگه در صندوق، اینجا این صندوق غفران است، در این صندوق دیگه بیشی در صندوق. بازی که در صندوق شد کلیت خوبیه که من که این پیش این طرف که بالا بیا نه اینا تو اینجا شیشتی اینا دیگه چی مشکل داری؟ مثلا گناه کردیم چطور از باز کشیش میگه من ترا چی کردم؟ من میبخشم. بازی که بخشید میگه خلاص هر چی که کردی خلاص شد. ایده برای چی جور کردن؟ آره به خاطر غم جیب بخونیم تر بسته کنم این زنای تر بخشیدم، شراب تر بخشیدم، را برو دیگه نالا باز جیب هایجا باز $500 میدیم این خلاص. در حالی که اسلام چی میگه؟ اسلام میگه که 2 بجه شب از خواب بخیز، تو میفهمی خالق وضو بکن، نماز بخوان، سجده بکن، در حالت سجده به الله چی کن؟
توبه بکن، استغفار بکن، الله میبخشه. تو بهتر است یا من بهتر هستم؟ معلوم نیست. شاید تو از مکه پیش الله رو بیت بلندتر باش. من چی کارت رفتم؟ منم. شاید که تو دمی جوانی که تو عبادت میکنی تو پاکتر باشی نسبت به من. وارد بیت پیش الله از مکه چی باشه؟ بلندتر باشه. خاتمه مستور است. از تو کدام زیاد از الله میترس. اگه من تو رو ببخشم باز خیلی من کی ببخشم؟ باید یک کشیش دیگه باشه. اگر من تو پیش از او برو فقط پیسه توزیع کردن از این خاطر. فهمیدین فرق بفهمید. این فرق از بین عقیده مسلمان ها پیغمبرش چی است؟ پیغمبرش رهنما هست. چی چیز تو را نجات میده؟ خیلی ما وسیله نداشته باشیم؟ بله الله میگه وابتغوا الیه الوسیله. و الله چی بگیرین؟ وسیله بگیرین. خیلی وسیله چی هست؟ وسیله را قرآن، یک آیت دیگه قرآن را چی میکنه؟ تشریح میکنه. والعصر ان الانسان انسان در چی هست؟ در زیان و نقصان است. پس کدام وسیله را بگیریم که خود از زیان و نقصان خلاص کنیم؟ میگه 4 صفت باید داشت. ایمان داشته باش، اعمال صالحه داشته باش، تواصوا بالحق، مردم به حق دعوت بکن، و تواصوا بالصبر، و مردم به صبر دعوت. اگه 4 صفت داشتی اینمی وسیله نجات تو هست. اینمی وسیله نجات تو. ایمان باید به الله ایمان داشته. اعمال صالحه باید خودت نماز بخونی، خودت روزه بگیری، خودت زکات بدی، خودت جهاد بکنی، خودت حج بکنی، خودت تقوا بکنی. حتی رسول الله صلی الله علیه و فاطمه چی میگه؟ فاطمه الزهرا میگه فیا فاطمه بنت محمد، ای فاطمه دختر محمد صلی الله علیه و سلم، اعملی لنفسک، خودت بر خود کار بکن. پس وسیله نجات ما چی است؟ اعمال صالحه خود ما، ایمان خود انسان. اگر یک کسی ایمان نداشته باشه، آیا پیغمبر صلی الله علیه و سلم کاکای خود نجات داده میتونه؟ آیا ابراهیم علیه السلام پدر خود شفاعت کرده میتونه؟ تو ایمان داشته باش، اعمال صالحه داشته باش، تواصی بالحق داشته باش، تواصی بالصبر داشته باش. باز اگر کدام وقت کدام اشتباه پیشت شد، مستحق 1-2 روز رفتن به دوزخ بودی، باز پیغمبر چی میکنه؟ شفاعت میکنه که پروردگار همین بیچاره خود ایمانم داره، اعمال صالحه هم داره، کار خوبم کرده، خیر از پروردگار امیر 1-2 روز می دوزخ، 2 روز میره نره. اما ای که بیگ باشه که این صاحب کافر از دشمن